با پایتخت جدید ایران آشنا شوید. مکران کجاست؟ مکران یا مکران یا مکران به بلوچی، مکران به انگلیسی. مکرن به مناطق جنوبی بلوچستان که در امتداد ساحل بلوچستان به طول حدوداً 1000 کیلومتر از رس الکوه در غرب جاسک و حد میناب در ایران تا شرق لوس بیله و نزدیکی بندر کراچی در پاکستان گسترده است. انتقال پایتخت به مکران همانند هر تصمیم بزرگ دیگری با چالش‌های خاصی همراه خواهد بود. این چالش‌ها شامل آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تطبیق فرهنگی و اجتماعی می‌شوند. به گزارش بنکر، در یک تصمیم کلیدی که می‌تواند مسیر توسعه کشور را دگرگون کند، سخنگوی دولت تایید کرده است که مکران به عنوان پایتخت آینده ایران انتخاب شده است. چیزی که در نظر موضوع مکرانه، در واقع منطقه مکرانه و البته دو تا شورا هم تشکیل شده، یکی شورایی که مشکلات پایتخت رو داره احصا میکنه و دو شورایی که راجع به مناطق در واقع رو اقتصاد دریا محور که داره کار میکنه. یکی از موضوعاتش هم ظرفیت هایی هست که در منطقه مکران نیاز هست. به همین جهت ما از همینجا اعلام میکنیم که از همه دانشگاهیان، نخبگان و خبرگانی که در این زمینه اعم از نیروهای مهندسی یا جامعه شناسی یا اقتصاددانان کمک میگیریم و فعلا در واقع داریم روش کار میکنیم. چون که فرمودید دیروز خانم سخنگو که اعلام کردن خیلی حواشی ایجاد شد. چی؟ بحث پایتخت. حالا اون حقیقتش به عنوان یک ایده است. حالا کی اتفاق میفته حداقل من فکر نمی‌کنم. اصلا اینطوری نیست. این خبر نه تنها توجه‌ها را به جنوب شرقی ایران جلب کرده، بلکه موجی از هیجان و پرسش‌های گوناگون را نیز به همراه داشت. دلایل انتخاب مکران که در ساحل دریای عمان قرار دارد، به واسطه موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و تجاریش به عنوان گزینه ایدئال برای انتقال پایتخت در نظر گرفته شده است. این منطقه می‌تواند به عنوان رابط ارتباطی میان ایران و بازارهای جهانی عمل کرده و علاوه بر این از تراکم جمعیت و چالش‌های زیرساختی پایتخت فعلی تهران بکاهد. چالش‌ها و فرصت‌های پایتخت جدید. انتقال پایتخت به مکران مشابه هر تصمیم بزرگ دیگری با چالش‌ها و موانع خاص خود همراه خواهد بود. این چالش‌ها شامل آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تطبیق فرهنگی و اجتماعی می‌شود. اما در کنار این موانع فرصت‌های با ارزشی نیز برای کشور وجود دارد: ایجاد مشاغل جدید، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و از همه مهمتر توزیع عادلانه‌تر منابع و جمعیت در سراسر کشور.